الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. عزیزان گرامی، بینندگان عزیز، آنانی که شوقمند و اشتیاقمند درس های اسماء الحسنا بودند، عزیزایی که اسماء الله را همیشه ذکر میکردن، در 79میش رسیدیم. 79مین اسم از اسماء الحسنا پروردگار المتعالیو. المتعال هم بخونه میشه، لیکن المتعالیو هم یاشه تشدید بدیم، یعنی بسیار بلند و بالا مرتبه، عالی. کسی که المتعالیو را بسیار بخونه، همیشه ذکر خود بگردانه بدون تعداد مشخص، المتعالیو خوانده بوده، ان شاء الله مشکلاتش کاملا مرتفع خواهد گردید. کاملا 100% مشکلات زندگیت الله از بین میبره همیشه. لیکن المتعالی را امی وظیفه خود بگردانی، زیاد این ذکر بکنی. دوم، یگام فرزندی یا یگام خانمی که به کار فحشا و بدکاری مبتلا شده، این رقم زیاد است، معتاد میشه به کار فحشا، معتاد میشه به کار ناشایسته. هر زنی که معتاد عادت کرده باشد، خدای نخواست به کار فحشا و ناروا عادت شده باشد و این اسم را بخواند، عمل زشت از پیش دور میشه. همیشه ذکر زیاد بکنه، یاد بکنه المتعالی را، از این عمل زشت و ناجایز و ناشایسته دستگیریش میشه ان شاء الله. سوم، کسی که در شب یک شنبه غسل کنه، شب یک شنبه غسل بکنه و بعد از غسل کردن سرش به آسمان بلند بکنه و 3 مرتبه اسم را بخوانه، المتعالی بخوانه. هر دعایی که بخواهد بکند برآورده میشه. هر دعایی، هر خواستاری که از الله بکنه شب یک شنبه بعد از غسل کردن، بعد از پاک کردن، بعد از نظافت کردن، دستایشان بلند بکنه و این را 3 مرتبه، لااقل 3 مرتبه، بسیار کم 3 دفعه بخواند. هر دعایی که بکنه، هر خواهشی که از الله بکنه که مشروع باشه، دعایش الله تعالی اجابت و قبول میکنه. چیزی آسان. چهارم، این اسم را مردم زیاد بخوانه، نه المتعالی رفعت و بزرگی حاصل خواهد شد. خدا تو را رفیع میگردانه، شأنت بلند میگردانه، مقامت بزرگی را الله برات نصیب میکنه در بین پیروان و عزیزان و دوستان. ششم یا پنجم، هنگام رفتن پیش حاکم، میری یک جنجال داره، پیش حاکم، پیش امیر، پیش قاضی، پیش رئیس جمهور، یا در هر اداره پیش یک مسئولی میری، امین اسم را ذکر کرده برو، زیاد بخوان، به کثرت بخوان. پیش مسئول در ریاست ها برو، از اثر همچون ذکر این اسم در پیش حاکم غالب میشوی، یعنی دلیل مشکلت حل میکنه. این خوانده برید. پنجم بود. ششم، خصوصیت المتعال، برای نابودی دشمن تا 7 روز، روزانه 1000 مرتبه بخوان، خدا دشمن ته هلاک خواهد گردانه. 7 روز، روز 1000 مرتبه، 7000 مرتبه میشنی. 7000 مرتبه المتعالی را بخوان. پروردگار عزیز و بزرگ دشمن تا شکست میته و هلاک میکنه، خدا تو را از شرش نگاه میکنه. البر، 80مین اسم پاک پروردگار به نام است. الحمدلله نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. عزیزان دل، عزیزان مخلص و بیننده درس های ما بودین. باز هم تقریبا 5 مسئله و 5 خصوصیت در چند آیه های از قرآن کریم با شما انشاءالله پیدا کردم که خصوصیت و ویژگی های این آیت ها چی هست. ایده به یاد داشته باشین عزیزای گرامی. الله مشکل کشا هست، به اخلاص کامل فقط به رضای الله بخوانین، نه به خاطر مقصود دنیوی. هدفتان رضای الله و پروردگار بعد از اینکه اخلاص نشان داده خواندین، مشکلتان حل میکنه. ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. سوره اعراف آیه 10. خصوصیت یا چیست؟
ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. سوره اعراف آیه 10. کسی که این اسم را نوشته کرده در ورق، بخشین این آیت را، کسی که این آیت را نوشته بکنه در ورق بعد از نماز جمعه، البته نماز جمعه را خوانده، این آیت را در یک ورق نوشته بکنه و این آیه نوشته شده در ورق را برده در داخل چاه آب، چاهی که آب داره که از اون چاه کشت و کار و زراعت آب می نوشه، آب میته، از فضل پروردگار خدای متعال را غنی میگردانه. یعنی این آیت خصوصیت شمیست که نوشته شود در کاغذ، در چاه گذاشته شود، زیر گل و زیر چیز نشه، فقط در آب رسیده باشه، پروردگار غنی و پیسداری را نصیبش میگردانه، غنا را نصیبش میگردانه. یک. دوم آیت ربنا ظلمنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعای حضرت آدم علیه السلام، آیه 26 سوره اعراف است. ربنا ظلمنا انفسنا، دعای حضرت آدم علیه السلام، آیه 23 سوره اعراف است. کسی که از پشت نمازهای فرضی یک مرتبه میره بخونه لااقل ربنا ظلمنا انفسنا الی آخره لنکونن من الخاسرین، تا اینجا بخونه، در دنبال ادای نمازهای فرضی، نمازهای فرضی که سلام داده شد ایرا بخونه 10 مرتبه، استغفر الله را بگه، غفرت ذنوبه کلها، تمام گناهان تعالی میبخشه. یک کسی که پاک از گناه شده هر چه از الله بخواه برش میده. چرا اگه انسانی که پیش کسی مجرم باشه، گپ مجرمه حتی مخلوق نمیپذیره. وقتی که این آیت را دنبال نمازهای فرضی یک مرتبه بخوانین، استغفر الله را مکسی یک چند مرتبه بخوانین، پروردگار تمام گناههای انسان میبخشه. دو. سیوم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروه فاذا هم مبصرون. سوره اعراف، اینم سوره اعراف است. خصوصیتی چی است؟ کسی که تب داره، جانش تب میکنه، گرم میشه، کسی که تب بگیره، تب بزنه، این آیت را نوشته بکنه در یک کاسه، یا این آیت را در یک کاغذ نوشته کنه، یا این آیت را شف بکنه، بعدا به مریض بنوشاند، الله متعال تبش را برطرف میکنه. بعضی بسیار تب شدید پیدا میکنه، چه اطفال چه آدمای بزرگ. فقط ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروه فاذا هم مبصرون. این می آیت نوشته بکنه در کاغذ، یا دم بکنه در آب، یا در کاسه نوشته کنه، بعد آب بندازه او را مخلوط بکنه، آبش در مریض بنوشاند، الله متعال شفا میده. چهارم هو الذي ایدک بنصره و بالمؤمنین تا انه عزیز حکیم. هو الذي ایدک بنصره و بالمؤمنین تا انه عزیز الحکیم. این آیت را به حلوا شف بکنه، به یک چیزی شیرین بخوانه، شف بکنه، بدمد، جانب مقابل با تو محبت پیدا میکنه، یعنی دشمن دوست بشه. کسی که با تو در درگیر است، با تو در نزاکت است، خصوصا زن و شوهر یکم فامیلا هم رقم مشکلات داره، یعنی این آیت بخوان هو الذي ایدک بنصره و بالمؤمنین تا انه عزیز حکیم. این تا اینجا را بخوان، در یک چیز شیرینی را با شف بکنه، جانب مقابل بته، دشمن باشه دوست میشه، رقیب باشه انشالله کتید رفیق میشه، رقیب رفیق میشه. پنجم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه تا هو الفوز العظیم. این آیت تا اینجا را بخوان، سوره توبه آیه 111. در بین مالهای تجارت بمان، تجارتتان فایده مند، ربح و مفاد میکنه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، آیت خوانده به تا هو الفوز العظیم را. همین آیت نوشته کو، کاغذ در بین اموال تجارت بمان، یا به سر دکان آویزان بکو، پیش روی دکانت بند بکو، پیش روی شرکتت بند بکو، پروردگار به جای یک بلند البته زیر پا نشه،
خداوند متعال برکت این آیت در کسب و کار و اموال تجارتی ربح و فایده و فراوانی را و زیادت را الله نصیب میگردانه. یک حکیم میگه دنیا 3 روز است. ما و شما میگیم حکیم میگه دنیا 3 روز است. یکی دیروز بود گذشت، دیروز پنجشنبه بود گذشت، پس دور بهت نمی آید. دیروزت دنیا یک جان شود با همه ابزارها، دیروزت را آوردن نمیتواند رفت. یکی امروز است که میگذرد، امروز است که دوام ندارد. 12 و 10 بود، حال 12 و چند شده گذشت. چی کرده ای؟ دو مصروف هستی، چه مصروف هستی، بیاین در مسجد. کار را بگذار، تیر شد امروزت، 12 و نیم رسید قریب. فردایت که حالش به تو معلوم نیست. دنیا 3 روز است. گذشت یک روز دیروزش، این لحظهش ادامه دارد، آفتاب توقف نمی کند. فردایش به تو معلوم نیست که تو چی میشوی و من چی میشوم، تو چی میکنی و من چی میکنم. آینده فردا معلوم نیست. دنیا می 3 روز است. پس نگذارین که عمرتان به فریب دنیا ضایع شود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دنیا را با پشت پا زده بودند. دنیا را پشت پا بزن باز درخشش پیدا میکنی. دنیا را بارا براتان گفتم که محبتش مراد است. انه لحب الخیر لشدید. دنیا را قرآن بار بار خیر و خوب خوانده. دنیایی که در دین مصرف شود، دنیایی که تو را صبحکی تا 12 بجه در فیلم و واتساپ مصرف کرد، در نماز صبح نیامدی، دکانداری تو را از جماعت مانده، اونمو دنیا ناروا دنیاست. حضرت عمر رضی الله عنه دنیا را با پشت لگد زده بودن، پس درخشیدن. مقتدیش میفرماید که حضرت عمر در منبر بلند شده بود، در حین وعظ و نصیحت و تبلیغ لباسهای پینه‌ای در جانش بود. امیر المؤمنین لباس پینه می پوشد. با تو یک درس می دهد ای نیروی آخر زمان، ای کسانی که در عریکه قدرت می نشینین، مسلمانین، مانند عمر گونه دنیا را با پشت پا بزنین. اما امروز شاه و گدا پشت دنیا می گردد. امسال یک عجیب و غریب حالت را من در میدان جیده دیدم. وقتی که گوجی موسفید ناتوانی بایکش را در کراچیگک یلچری میدان میگذارد، میگه 3 ریالات 3 روپه ریال نتی کراچی مفت میدان برات بدون پول نمیته. فقط پادشاه و ولی و عجب و عرب و عجم پشت دنیا گشته است. عجیب است. چه میکنی؟ در آجی خدمت بکن. همون سعود زمینی که تاریخ عرب تا کاف قیامت باقی است، همان عربی که من تو ممنون احسانش هستیم که موتور مسلمان ساخته است، همون صحابه که عرب بود در این سرزمین آمد. آل همونها در میدان پشت دنیا گشته، مهمان خدا را برش مفت کراچی نمیته. اوی زمزم خود 12 و نیم روپه رسانده بخیر. یک 5 لیتر 12 و نیم ریال، 12 و نیم 20 چند میشه، شاید در 23 و 50 برساند. پارسال کراچی مفت، امسال 3 ریال. فردا سال انشالله زنده بودیم رفتیم بخیر شاید 6 ریال غلطک بگیری و بایک تا ترمینال چیکین برسانی. خیلی دنیا نیست چی است؟ چه میکنی؟ هرچی اقتصاد گفته خیلی چی دی؟ چی کرده ای؟ ملک عبدالله زنده من، ملک عبدالعزیز زنده من، داود خان و زارشاه زنده من، نه آمد رفت، لیکن دنیا شوالم مانده، خاک قبرش ماند و بس، همه میریم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در منبر بلند میشه با داشتن پینه در لباسش و یکی از بزرگان میفرمایند من در دور مطاف کعبه مشرفه دیدم امیر المؤمنین طواف میکرد، پادشاهی روی زمین مسلمانانش طواف میکرد. اما حالا چه میشه؟ یک پادشاهی، یک وزیری که در سعودی در حج بره 50 تا عسکری عرب میاره، کل دور خانه را میگیره، آجی عادل او سعی میکنه، اون سعی میکنه، راه حج راه چک چک زده میره. وزیر صاحب یک کشور دوره میته، ما آدم خور هستم، حاجی به خاطر کشتن وزیری فلان کشور رفته، انما المؤمنون ما را دنیا فریب داده که از ما میترسه، در دور خانه خدا وزیر میترسه. از برای خدا
بیایم چینی اصل اسلام را بکشیم. ما را دنیا فریب داد، وزیری که دنیا فریب داد از آجی میترسه. حضرت عمر صاحب در گرد خانه میگرده، با جمع ملت عادی میگرده، میگه من حساب کردم که ایماق و پینه در لباسش بود و در یک استقامت لباسش چرم سرخ دوختگی بود. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. حضرت عمر صاحب با همین لباس پینه شرق و غرب را حکمرانی میکرد. شرق و غرب از او میترسیدن. حضرت عمر صاحب آیا کدام سلاحی استوی داشت که مثل ایران غریب امروز داره؟ امریکا میگه امور هم نداشته باشه، یعنی مسلمان چیزی نداشته باشند. حضرت عمر صاحب آیا کدام سلاح استوی داشتن، اتمی داشتن که از اونجا سویج میکرد روم و فارس میترسید؟ نه. حتی این سلاحی که امروز تو در دست داری، این سلاح ها و تفنگچه ها را هم نداشتن، فقط یک نیم متر درازتر و کمتر شمشیر داشتن. این نیم متر شمشیر در کجا برسد؟ اما فارس و روم از هیبت عمر خواب نداشتن. عزیزی من، مثل عمرگونه زندگی بکن. عمرگونه پا را بگذار در سر دنیا، در حلقوم دنیا پاک بگذار. فارس و روم از زبانت، از لباس پینه و چرمینت میترسد. تاریخ ورق بزنین. پس این چرا سلاح من نمیترسد دشمن؟ چرا از دست خالی امرو چرا میترسیم؟ ما از برادر خود ما را دنیا فریب داده. بایای ما زکات نمیته، غریب کتش کی نمیکنه. بای سرمایه‌دار رئیس شرکت در وقتش معاش کارمند نمیته، کتش کی نمیکنه. تو را فریب داده که ما شزیره ندادی دنیا، حق غریب را خوردی. دهقان عشر و زکات در غریبان نمیته، پس غریب با بای کی نمیکنه، هر جای گیر کرد یک چوب میزنه. باز تو بای و دهقان و سرمایه‌دار دنیا فریب داده، حق غریب را ندادی، غریب که تو سنگرگیری میکنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با لباس پینه در منبر بلند میشه، دنیا را همه را پشت سر گذاشت. با لباس پینه فارس و روم را میترساند. با لباس پینه فارس و روم پادشاهش خواب نمیکنه. با همه امکانات در شرق و غرب زندگی میکنه، از حضرت عمر صاحب میترسه. قیصر روم یک عسکر داشت، یک قاصد داشت. از روم روان کرد، گفت در مدینه طیبه برو حالات پادشاه مردم مدینه طیبه را کشف کن، جاسوسی کو دما بیار یا ملاقات بکو کتش. اونا آمدن در مدینه طیبه، از اصحاب گرامی پرسان کردن که پادشاهتان کجاست، دار و سلطنت دروازش کجاست، ریاست جمهوری کجاست، کجاست در اصطلاح. گفت ما پادشاه نداریم. خیلی کی داریم؟ گفت ما امیر داریم. امیر؟ خیلی قصر امیر کجاست؟ قصر دلکشا، قصر دارالامان صاحب که میگن رقم نامه داره نه، امیر کجاست؟ گفت قصر هم نداره، اون یک خانه معمولی داره. وقتی که میای قاصد روم، حضرت عمر صاحب در خانه نیست. خونجای تو قصر بلدینگ که حال در مدینه طیبه ساخته شده گپا نبود. میره میبینه که حضرت عمر صاحب در سر یک سنگ سر گذاشته، با طریق سنت خوابش برده و خواب کرده. قاصد رومی کافر عیسوی است، هر بلایی که است میره چار گرد امیر المومنین چکر میزنه، دوره میکنه. میبیند که نه چوب یک دنده چوب در پهلوش است، نه شمشیر است، نه سلاح است، نه گارد و پیردار. بیدار میکند که یا عمر قم، برخیز. حجاج برمیخیزه، میگه برادر عزیز خیرت باشه. پادشاه را از خواب بیدار میکنه، در سر سنگ خواب است، خفه نمیشه. میگه عدلت امینت، ای عمر عدالت کردی، امنیت آوردی، فنمت خواب کردی. عدالت کن، عدالت بیار، امنیت بیار، پس سر سنگ خواب کن. خلاص دنیا را پشت پا بگذار. او کسی دنیا را میگذاره، او گذاشته پشت سر که سر سنگ بالشت کرده و گذاشته و خواب کرده است.